دوست عزیز دیگه با موتورسیکل هم ادامه داده نمیتونستیم، حالا پیاده بالا بریم. با ما باشین دیگه، که هم که میبینیم کوناورد ما تا بالا بریم. ارزش ماشاءالله خیلی بالا، ارزش سابسکرایب داره، حتما سابسکرایب کنید. مسیر بعدی با شما تعیین کنیم. پیام بگذاریم به یوتیوب یا ایمو یا فیسبوک، هر کدوم شما بگیم که ما بعداً به کدوم ولسوالی بریم. رفته میشه. یعنی بالا رفته میشه؟ هیچ کاری کنه. کوی مستقیم باید بریم بالا. تناب هم نیارده، قلاب هم که نیارده، کناوردم که نی. یا کجای هنوز؟ از اینجا گشته بالا بریم. هیچ کار نشد نداره. با رنگ دیگه بزن معلوم شد. افغانستان. عزیزانی که در خارج از کشور، چی در اروپا چی در آسیا، فعلا مقیم کشورهای آسیایی و اروپایی هستن، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره. اگه صلح دوست داریم، اگه وطن یاد کردیم، ما برای شما تمام ولسوالی های ایرات، بخصوص اینا که نزدیک ایراتر، اول به تصویر میکشونیم، بعد به حمایت شما نیاز داریم تا دیگه ولایت ها و دیگه ولسوالی ها هم بریم. اگر دوست داریم ولسوالی خور ببینیم، ولایت خور ببینیم، اینجا هم که امروز آمدیم نظر به دوستا آمدیم، گفتن بریم از ولسوالی زندجان هم
از قله های یکی و اینا فیلم بگیریم. آمدیم امروز اینجا. منتظر پیام شما هستیم. نظرات شما. بیستی چیه؟ ابتکار جمشید جان. ماشاءالله. تو 1222 بعد 2 تا پرنده شد که با هم دیگه محبت میکنن. ای عاشقانه نگاه میکنن هم دیگه. دوست عزیز آخر مسیر ما که همین جگاه اون جگاه هم که رفتیم برای شما صلح نقاشی کردیم. بعد دیگه انشاءالله میریم. منتظر نظرات شما هستیم. جایی که نه بارندگی نه هیچ خطر دیگه آدم تهدید نمیکنه. یک پناهگاه امن. دوستان عزیز با آخر مسیر رسیدیم. حرکت آخری رو هم که دوستان میگه انجام بده انجام میدیم که بریم دیگه انشالله. منتظر ما باشین. در ویدیوهای بعدی هم ما منتظر لایک و کامنت های شما هستیم. شیر کنیم دیگه، سابسکرایب کنیم. هر جای دوست داریم با ما در میان بگذاریم که ما بریم هم فیلم بگیریم از هر ولسوالی هر ولایتی که شما خواسته باشین. صبرم شده لبریز کجایی که دل آشوبه جزایی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل